سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو خبری دیگه. امروز دوشنبه 26 آبان ماه برابر با 17 نوامبر 2025. بریم سراغ اخبار. زیرخاکی 5 در راه است. قسمت پنجم یا فصل پنجم زیرخاکی زمزمه‌ای از ادامه ماجراجویی فریبرز. واقعا سریال موفقی. و اینکه حالا با این داستان‌های آقای پژمان جمشیدی خبر یوهو بیاد، خبر جالبیه و دوست داریم که این مثلا این داستان‌های دادگاهشون خطا به خیر بشه و تموم بره. خوشحال کننده است این خبر. برنامه‌های آینده رامبد جوان. بعد از پایان کارناوال قرار مسابقه بزرگ استندآپ که تیزرش رو ابوطالب گذاشت و کارناوال 2 در دستور کار رامبد جوان بعد از پایان رئالیتی شو کارناوال قصد دارد مسابقه بزرگ استندآپ کمدی را بسازد و بعد از آن فصل دوم کارناوال وارد مرحله تولید کنند. لیدی گاگا در مورد فیلم جوکر 2 که 1 سال پیش تقریبا اکران شد اومده گفته که بخش زیادی از خودم رو در این پروژه گذاشته بودم. جونم براتون بگی که جوکر 2 یکی از شکست های تجاری بزرگه. مردم دوست نداشتن، نمره ها خیلی پایین بود، فروش خیلی پایین بود و اینکه اصلا کلا چیزی که از انتظار میرفت نبود. اینجوری بود که جوکر 1 ترکوند، جوکر 2 قراره بیشتر به ترکونه ولی اینجوری نبود که جوکر 2 بیشتر به ترکونه و خیلی ناراحت کننده بود واقعا. منتظر فیلم نهنگ عنبر 3 باشید. زومجی این قضیه رو کار کرده. در میان اخبار سینما و تلویزیون مطلع شدیم که سامان مقدم پس از گذشت 8 سال از اکران نهنگ عنبر 2 بار دیگر به این مجموعه باز میگرده. مهناز افشار که بخش رویا رو بازی میکرد، نمیدونم قراره که چی بشه، چه اتفاقی بیفته، چی کارش بکنن. شاید مثلا عنوان بیرویا از نبود این بازیگر مثلا تو این قسمت داره صحبت میکنه، ولی والا ببینیم چی میشه. فیلمبرداری فیلم استریت فایتر به پایان رسید. ظاهرا فیلم استریت فایتر در دست ساخته. نوشته فیلمبرداری فیلم لایو اکشن استریت فایتر پایان رسید. جهان گیمینگ در انتظار حماسه‌ای تازه باشه. کیتاو ساکورای کارگردان فیلم استریت فایتر در اینستاگرام اعلام کرد که فیلمبرداری این اقتباس از بازی محبوب کپکام پایان رسیده. تولید این پروژه که با همکاری لژندری انترتینمنت و کپکام ساخته می شود از ماه سپتامبر آغاز شده. پس حدود 3 ماه فیلمبرداری در استرالیا، آمریکای شمالی و چند لوکیشن دیگر حالا وارد مرحله پس تولید شده. اینا از این کل اخبارای امروز همین بود. بریم سراغ معرفی فیلم. د گورج محصول سال 2025 به معنای تنگه و اینطوری بهتون بگم که در مورد 2 تا مأمور تک تیراندازه که مأمور میشن 1 سال از یک نقطه‌ای محافظت بکنن و اتفاقات عجیب و غریبی توی اون نقطه براشون میفته. تک تیراندازی به شدت قدرتمند، به شدت ماهری هستن و اینکه با همدیگه هم هیچ وقت نمیتونن ارتباط بگیرن و ارتباط گرفتن اونها با همدیگه ممنوعه. و حالا این وسط سری اتفاقات جالب بیفته که به شدت فیلم ارزش دیدن داره. اگه دوست دارید فیلمو ببینید حتما پیشنهاد میکنم گورج 2025 رو ببینید. هیجانی جالب جذاب. آنا تیلور جوی و مایستر بازی میکنن. فیلم جالبیه. امتیاز 6 و 8، امتیاز مقدار پایینه، در دور همیاتون میخوره. در نگاه اینجا ویدیو من بودی. لایک کامنت سابسکرایب نره. ویدیو خبری قبلی نره ببینید. تا ویدیو بعد فیلم خوب ببینید. ارادت.